بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. همونطوری که میدونید از مدتی به این طرف شبکه جهانی وصال حق با پخش این ویژه برنامه که در مورد مظلومیت ها و ظلم و ستم هایی که بر علیه ملت شریف تاجیکستان از طرف حکومت این کشور اجرا می گرده این برنامه را آماده کرد و ما در مورد بستن مساجد، مدارس دینی و همچنین اذیت و آزاری که خواهران با حجاب در تاجیکستان و همچنین جوانان و مردان ملتزم به دین مبین اسلام باش مواجه بودند مطالبی رو در برنامه‌های مختلف بیان کردیم. همچنین در مورد مشکل بیکاری، هجرت جوانان تاجیک به خارج از کشور و ظلم و ستم‌هایی که در کشور روسیه بر علیه جوانان تاجیک صورت می‌گیره و همچنین شکنجه‌ها، اعدام‌ها، زندان‌ها که ملت شریف تاجیکستان خاصتاً روشنفکران، جوانان، علمای دین و تجار ملی این کشور با آن مواجه هستند صحبت کردیم. همچنین در طول برنامه ها ما همیشه از فرصت استفاده کردیم و به زمامداران تاجیکستان و به حکومتداران این کشور این نصیحت رو کردیم که به سوی ملت خودتون برگردید، دردها و آرزوهای ملتتون رو ببینید، به فریاد ملت تاجیکستان رسیدگی بکنید. اما اینها کمتر گوش دادن و بیشتر سعی کردن که صدای حق و حقیقت رو خاموش بکنن. این شیوه ستمکاران، شیوه متجاوزین، شیوه ظالمان در طول تاریخ بوده که اگر که نتونستن در مقابل حق ایستادگی بکنن، از راه ترور، از راه ترساندن، از راه ارهاب و از راه ارعاب سعی میکنن که صدای حق و حقیقت رو خاموش بکنن. اول ما رو تهدید کردن، بعد تطمیع کردن که به شما اینقدر پول میدیم این برنامه رو متوقف بکنید. همه این راه که نتیجه نداد اومدن فرکانس های شبکه رو در تاجیکستان و در ایران پارازیت پخش کردن و بستن و در این راستا حکومت ایران، حکومت استبداد آخوندی ایران نیز با حکومت تاجیکستان همکار شد. اما طوری که ما در هفته گذشته هم نشون دادیم، احمد جان اگر این سفر رو نشون بدن، تا این قضیه تا جای پیشرفت کرد که وزیر کشور تاجیکستان از همتای ایرانیش میخواد که در بستن شبکه جهانی وصال حق کمک بکنه تا دنیا صدای مظلومیت ملت شریف تاجیکستان را نشنون، تا ملت تاجیکستان از این روزنه امیدی که از طریق شبکه جهانی وصال حق به یاری الله متعال ایجاد شده بود دور بشن. اما اینا چیز دیگری میخواستن، الله سبحانه و تعالی چیز دیگری خواست. الحمدلله این برنامه ها اثر خودش رو در تاجیکستان داشت، ملت تاجیکستان بیدار شدن، خاصتا جوان ها. و همچنین این لکه ننگی که بر چهره زمامداران تاجیکستان و ایران موند و هرچه بیشتر مردم شیفته وصال حق و صدای حق و حقیقت شدن. در هفته گذشته یکی از حوادث دردناکی که در تاجیکستان رخ داد، یکی از جوانان تاجیک به نام عمر باباجانوف که دوستان عزیز اگر لطف بکنن این تصویر رو نشون بدن،
ایشون یکی از جوانان تاجیک ساکن شهر دوشنبه و دانشجوی یکی از دانشگاه‌های مسکو بودند که به خاطر ریش توسط 7 نفر از پلیس‌های تاجیکستان مورد لط و کوب قرار گرفتند و ایشون رو به اندازه‌ای لط و کوب کردن یا کتک زدن که ایشون جان داد و به شهادت رسید، فقط به خاطر اینکه چرا ریش گذاشته. این قضیه سبب شد که سر و صدایی در تاجیکستان ایجاد بشه و عده‌ای از جوانها دست به تظاهرات بزنن و بر علیه این عملکرد این رژیم اعتراض بکنن. اینم تصویر امین خبر است. اگر احمد جان این رو هم نشون بدید. این تصویر همین خبری است که در رسانه‌های تاجیکستان هم نشر شد و این جوان در بیمارستان جسد بیجانش رو بردن و به خاطر اینکه این جنایت خودشون رو سرپوش بگذارن اینها سعی کردن که بعد از اینکه این برادر ریشدار رو بزنند و به شهادت برسانند، اومدن مقداری شراب بر سر و صورت و لباسهای او ریختن، در دهان یک انسانی که یک جوانی که به شهادت رسیده و فوت کرده شراب ریختن تا این گونه وانمود بکنن که ایشون شراب خورده و مست بوده و به این خاطر پلیسا ایشون رو لط و کوب کردن. اما روایت واقعی داستان چیز دیگری است. تعدادی از جوانانی که شاهد این صحنه بودن حکایت میکنن که این جوان رو 7 نفر از پلیسای تاجیکستان بهش حمله میکنن و به خاطر ریش باش درگیر میشن و انقدر این رو میزنن تا که جان به جان آفرین تسلیم بکنه. در این مورد ویدیویی هم داریم که انشالله این ویدیو رو خدمت شما عزیزان پخش میکنیم تا از واقعیت ماجرا بیشتر آگاه بشین. احمد جان اگر ویدیو رو صدا و تصویرش رو داشته باشید. ایشون یکی دیگر از همین جوانهایی است که همراه این عمر باباجانوف مورد لط و کوب یا ضرب و شتم پلیس های تاجیکستان قرار گرفته و اینا که میخواستن از این جوان دفاع بکنن رو هم زدن. این تصاویر از همون جوان ها هست. صبیر همانی یا 6-7 نفر بودن. باشته که نمیخواد زدنش غلط داد. باشته زده در سرش دادی بود. دادی بود دژور می‌کرد. هیچ چیزی دژور نمی‌کرد. غلط بایمش دیگه زده تنه یا پارتم داد. که تنه پارت زد سر. بام خیلی کرد غلط کشیش سرش خام شد. سرش خام شد گفت بخی. یکم گاب نزد تو بود نمیخواد بوی خیلی می‌کنیم که. دانیم جایش کمش دشت هزار که دکتر دیلر زد. دکتر دیلر دشت دیگه زد که. خلاص کرده بود که بعد غلطی داد که سیکاسا دادنش گرفت. روزی 29 ساعت 9 شب از پیش موقع که کارسینکا بگن نمیجه گفتگی بودگی اومده کشیده بود اون رفیقش هست نمیجه. این پیرمردی رو که ملاحظه میکنید پدر همین برادر هست، پدر عمر باباجانوف که جریان شهادت پسرش رو در اینجا بیان میکنه. ادامه کلیپ رو کارسینکا بگن نمیجه گفتگی بودگی اومده کشیده بود اون رفیقش هست نمیجه. ای بانی ما اومده میگه برای کشیده بود میگه ما یه رفیق دیگه دوره پتای اختیار ما که اینا بوده اینا مایشه زده مایم کده اینا اومده در چی پردگه یک گناه برای ریش وای سودین بود میخوند در لنینگراد میشه پروسی که اکادمی سیم کورس تموم کرده صبح 4 کورس میرفت اینا بوده بچه را بوده که مایم کده داشت بوده نسبت پسرمون که یوز بستر پسر محمد کارگران امید بود که
این خیلی دنگی بخشونه کار نکنن پسر من روز دیگر با دیگر پسر میبرن دیگه یه پسر بودن که مایم کاریست پگه ما را میبرن پگه فرزند دیگه یک از دیگه میخکنن این خیلی کار نمیشه کوخی بله این تصاویری بود از صحنه‌هایی از تجمع جوانان تاجیک که در اعتراض به این عمل خودسرانه بعضی از افراد پلیس، البته نمیشه گفت عمل خودسرانه، چون ما بارها شاهد بودیم که از طرف رئیس جمهور تاجیکستان، از طرف مسئولین تاجیکستان بر علیه ریش، بر علیه حجاب، بر علیه حجاب خواهران مسلمان ما و بر علیه اعتقادات دینی مردم شریف تاجیکستان صحبت‌هایی شده بود و تلویحاً اشاره کرده بودند، اجازه داده بودند به افراد پلیس و افراد امنیت که این گونه برخورد بکنن با مردم بیچاره فقط به خاطر اینکه ریش داره یک جوانی رو بکشن. شاعر میگه که خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. این خونهای ناحق، این جوانهای مظلوم که به خاطر اعتقادات دینیشون، مگه این جوان مسلح بود؟ مگر سلاح داشت؟ مگر میخواست انقلاب بکنه؟ مگر میخواست علیه رحمانوف کودتا بکنه؟ فقط به جرم اینکه ریش داره. چون این شخص، رئیس جمهور تاجیکستان، حکومت تاجیکستان بر علیه مظاهر دینی در تاجیکستان قیام کردن، یعنی با الله و رسولش درگیر شدن و این انسانهای مظلومی که به شهادت میرسن و این خونهای پاکی که در این سرزمین ریخته میشه، اینها دست از دامان رحمانوف و این افراد پلیس و امنیت جنایتکاری که این اعمال ضد انسانی و ضد اسلامی رو انجام میدن بر نخواهد داشت. کدام دموکراسی است؟ کدام انسانیت است؟ شما بشر هستید که وقتی یک انسان رو به خاطر ریشش میکشید؟ شما آیا بوی از شرافت و غیرت و اسلامیت و انسانیت بردید که یک جوان رو فقط به خاطر اینکه ریش داره به شهادت میرسانید؟ جوانی که با همین ریشش در روسیه، در یک کشور کافری درس میخونه و بهش چیزی نمیگن، وقتی که به کشورش برمیگرده اینطوری باش برخورد میکنید. همچنین این مبارزه با دین، مبارزه با ملت ادامه داره. نمونه دیگرش این مدرسه دینی است. دوستان عزیز نشون بدن مدرسه دینی است در منطقه استروشن در تاجیکستان، در شهر استروشن. این مدرسه رو مردم با جمع کردن پول این مدرسه رو میخواستن بسازن که تبدیل بشه به یک مدرسه دینی. این مدرسه رو بستن و از ادامه کار جلوگیری کردن و این مدرسه‌ای که با پول ملت تاجیکستان، با پول مردمی داشت ساخته میشد، این مدرسه رو میخواستن تبدیل بکنن به یک مکتب حکومتی که در اونجا به مردم اون نصاب تعلیمی یا اون درس‌هایی رو که بر ضد دین و بر ضد شاعر دین مبین اسلام هست، از جمله آموختن مسائل جنسی به کودکان، این مدرسه رو میخواستن تبدیل به یک مکتب دولتی بکنن که ببینید که آثار باقی مانده این مدرسه هنوز هست و ما تشکر میکنیم از عزیزانی که این تصاویر رو برای ما فرستادن. همچنین در ادامه این تصویر رو هم اگر احمد جان نشون بدید، در ادامه مبارزه این حکومت با مظاهر دین مبین اسلام، این ترجمه آیه از آیات قرآن کریم است که در این قسمت در بیمارستان بسیار در زایشگاهی که در شهر دوشنبه است، این آیه رو در جلوی درب این بیمارستان نوشته بودند که ترجمه همون آیه است که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ای پروردگار من برای من فرزند صالح عطا کن. این آیه رو از اینجا برداشتن از جلوی بیمارستان این قسمت و بردن در پشت بیمارستان نصب کردن، چون آقای رحمانوف و حکومتش خجالت میکشن از اینکه آیه قرآن در جلوی در بیمارستانی نوشته شده باشه، خجالت میکشن از اسلام، خجالت میکشن از قرآن کریم، خجالت میکشن از بیان این که ملت شریف تاجیکستان یک ملت متدین، یک ملت مسلمان هست. یکی دیگر از رویدادهای مهمی که در هفته گذشته در تاجیکستان رخ داد، یکی از
افسران تاجیک، این شخص است احمد جان اگر که این قسمت رو نشون بدید، بله ایشون جنرال آجی حلیم یا عبدالحلیم نظروف، معاون وزیر دفاع تاجیکستان، یکی از فرماندهان سابق مجاهدین از حزب نهضت، از گروه مخالف حکومت بود که ایشون در موقعی که اتفاقنامه صلح با حکومت تاجیکستان امضا شد، ایشون به همراه تعدادی از قماندان‌ها یا فرماندهان نظامی که بودند با گروه‌های مخالف به حکومت پیوستند و ایشون رو به عنوان یکی از ضباط یا یکی از افسران ارتش در تاجیکستان استخدام کردند. در روایت‌های گوناگونی وجود داره در مورد قضیه آجی حلیم. بعضی از روایت‌ها میگه که ایشون در روز جشن گارد حکومتی قرار بود که از کار برکنار بشه از طرف حکومت و رهسپار زندان بشه. ما نکته جالبی است در برنامه‌های مختلف بهش اشاره کردیم که کسانی که به دینشون، به ملتشون خیانت بکنن و با ستمگارها و با ظالمین همراه بشن، همکار بشن، عاقبتشون همین است که رسوایی دنیا و آخرت. این سنت الهی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که کسی که ظالمی رو در ظلم کردنش کمک بکنه، الله سبحانه و تعالی همون ظالم رو بر علیه او مسلط میکنه. اگر یادتون باشه من سرگذشت چند نفر از این ظالمین رو در برنامه‌های اولی که در مورد تاجیکستان داشتیم برای شما عزیزان ذکر کردم. سرنوشت کمونیستایی که در تاجیکستان بودن، کمونیستایی که در کشورهای آسیای میانه بودن، کمونیستایی که در افغانستان بودن، چه خدمت‌های بزرگی به اتحاد جماهیر شوروی کردن. اما وقتی که تاریخ مصرف اونها تموم شد، مثل همین قوطی‌های میوه‌هایی که می‌بینید یا سبزیجات یا چیزایی که تاریخ مصرف داره، نوکرها، کسایی که با ظالمین همکاری بکنن، تاریخ مصرف دارن. هر وقت تاریخ مصرفشون تمام شد، اینها رو میندازن دور، اهمیتی براش قائل نمیشن، یا میندازن گوشه زندان یا اعدامش میکنن به بهانه‌های مختلف که آقا میخواسته انقلاب بکنه، میخواسته کودتا بکنه، میخواسته بر علیه نظام بشوره. چون اگر این یک به اصطلاح یک حقیقتی هست که حتی میگن از هیتلر پرسیدن که منفورترین انسان‌ها در نزد تو کیست؟ گفت همونایی که در اشغال کشورهاشون با من همکاری کردن. در حالی که این طرف با هیتلر همکاری کرده، به خاطر چی؟ به خاطری که هیتلر رو راه بده به کشورش، باید این محبوب ترین شخص باشه در نزد هیتلر. این قاعده بر همه ظالمین و بر همه متجاوزین و بر همه نوکران و بر همه خائنین که همکاری میکنن با ظالمین میشه تطبیقش داد. این یک واقعیت از یک سنت الهی است و رسول الله صلی الله علیه و سلم راست فرمودن. اینایی هم که خواسته های ملت رو زیر پا گذاشتن، آرمان های اسلام و مجاهدین و مسلمانان تاجیکستان رو زیر پا گذاشتن و رفتن در کنار ظالمین قرار گرفتن، در ظلم ظالمین طی این سالهای گذشته با اونها همکاری کردن. برای چی؟ برای اینکه حتما به نان و نوایی برسن، به منصبی برسن، به پول و جایدادی برسن. اما سنت الهی بر اینا هم جاری میشه، همان گونه که بر دیگر خائنین و بر دیگر ظالمینی که با مستبدین و با طواغیت همکاری کردن. علی کل حال رحمانوف برنامه داشت که در روز جشن گارد حکومتی ایشون و تعدادی از افسران دیگری رو که اینا به ظاهر یعنی کسایی بودن که اسلامگرا بودن یا جزء به اصطلاح کسانی محسوب می شدن که حکومت از اینا می ترسید و خوف و هراس داشت، اینها رو راهی زندان بکنه. و این افراد از این دسیسه‌ای که به اصطلاح حکومت رحمانوف بر علیه اینها داشته آگاه میشن و از داخل امنیت تاجیکستان به اینها خبر رسانده میشه که رحمانوف برای اینها کمینی درست کرده و میخواد همه اینا رو دستگیر بکنه و هر کدام رو 20 سال 30 سال مثل بقیه مخالفینی که این کارو کرد رهسپار زندان بکنه. آجی حلیم و چند نفر از همراهانش در به اصطلاح حادثه‌ای که تشکیل میشه فرار میکنن و در علیه حکومت سنگر میگیرن، به یکی از مراکز پلیس میرن و تعدادی اسلحه و مهمات از اونجا میگیرن و خلاصه یک جنگ و درگیری شروع میشه که چند نفر از دو طرف کشته میشن و بیشترین کشته ها از طرف پلیس تاجیکستان بوده.
بعضی از دوستان برای این عقیده هستند که این حادثه هیچ ربطی به شهادت عمر باباجانوف جوانی که به خاطر ریشش توسط پلیس تاجیکستان به شهادت رسید نداره، بلکه کلا این یک قضیه جداست و به اصطلاح مسلمانان تاجیکستان دل خوشی هم از جنرال حلیم یا آجی حلیم ندارن و ایشون عملکردهایی که داشته در مدتی که در رأس قدرت بوده واقعا قلوب مسلمانان تاجیکستان رو جریحه دار کرده. اما حالا نمیدونیم که شاید از کرده های خودش پشیمان باشه. به هر صورت امیدواریم که الله سبحانه و تعالی آنچه که خیر و صلاح ملت شریف تاجیکستان هست اون رو برای تاجیکستان مقرر بکنه. همچنین در گزارشی که به ما رسیده میگن که حکومت رحمانوف برنامه سری داشته که میخواسته از تمام افراد پلیس و افسران دین دوست خلاص بشود و آجی حلیم و مجموعه دیگری را از بین ببرد و یک دام ترور درست کرده بود و یک گروه آدمای زندانی را آماده کرده بودند تا به طرف اینها تیراندازند و همچنین به نظر برسد که این گروه آجی حلیم حکومت را گرفتنی است و به همین بهانه از شر اینها خلاص شوند. در نتیجه حکومت این افراد را بکشد و گناه را بر سر حزب نهضت بار کند و حزب نهضت را حزب تروریست اعلام کند و به کلی بسته شود و زمانی که آجی حلیم و دیگر آدمان از این نقشه خبردار شوند و آنان در یک مهمانی توی بودن، یعنی در یک عروسی بودن که از این جریان خبر داشتند، این افراد فرار میکنند و میخواهند که از دوشنبه برایند اما بیرون از کشور بروند و تا کشته نشوند، اما میبینند که شهر دوشنبه کاملا در محاصره نیروهای امنیتی است. اینها برای نجات خود نایه وحدت رفته به مرکز پلیس حمله میکنند و از آنجا یراق میگیرند و به طرف کوه میروند. با جنرال آجی حلیم چند قماندان دیگر هم هست که سابق رهبران مجاهدین بودند. اگر اینها این کار را نمی‌کردند سرنوشت اینها هم مثل قماندانای سابق مثل یعقوب سلیموف که 30 سال زندانی است و دیگران صورت می‌گرفت. یکی از نقاطی رو که دوستان بهش اشاره کردن در اخباری که برای ما رسیده میگن که زن و فرزندان اینها یعنی آجی حلیم و افرادی که با ایشون بوده در اسارت پلیس تاجیکستان هست و میدونید که این حکومت به هیچ کس رحم نمیکنه و خدا میدونه که چه بلایی به سر خانواده های اینها میاره و این رو دلیل آوردن برای اینکه توطئه‌ای در کار نبوده و کودتایی در کار نبوده، بلکه اگر کودتا می بود و انقلاب میخواست بکنه آجی حلیم حتما زن و فرزند و بستگان خودش رو به جای امنی اول انتقال میداد و بعد از اون دست به کودتا میزد. بر صورت این اخباری است که برای ما از داخل تاجیکستان رسیده و در همچنین میگن در صبح همین روز تعدادی 53 نفر از نیروهای امنیتی حکومت به دست همین افرادی که به اصطلاح می جنگن علیه حکومت رحمانوف کشته شدن و یک نفر هم از افراد آجی حلیم کشته شده در مناطقی که درگیری وجود داره در ناحیه وحدت. همچنین میگویند که در سرحد افغانستان 700 نفر جمع شدن و میخواهند به نیروهای امنیتی حمله بکنن و در منطقه یزگلام اگر درست تلفظ کرده باشم در این مناطق افرادی جمع شدن و همچنین طبق اخبار رسیده تعدادی از جوانهای تاجیک از مناطق مختلف تاجیکستان سعی میکنن که به آجی حلیم و افرادش بپیوندن. بر صورت این اخباری است که برای ما از تاجیکستان رسیده و ان شاء الله پیام ها و اخبار جدیدی که از تاجیکستان برای ما برسه در طول این برنامه ان شاء الله خدمت شما بزرگواران بیان خواهیم کرد. ما از روز اولی که این برنامه ها رو آغاز کردیم همونطوری که بارها هم تاکید کردیم هیچ وقت در پی این نبودیم که از ملت تاجیکستان بخوایم که دست به انقلاب و آشوب و جنگ و خونریزی بزنن، اما گفتیم که در مقابل ظالمین بایستید، از حق خودتون دفاع بکنید و بارها به حکومت تاجیکستان و خاصتا به شخص رئیس جمهور، رئیس کمیته دین و انسانهای دین دوستی که در این حکومت هستن این نصیحت رو کردیم که دولت از نیروی ملت شد پدید، وای بر آن دولت که ملت را ندید. گفتیم ملتتون رو دریابید، گفتیم به داد ملت برسید، گفتیم که این جوانهایی که امروز شما دارید به اینا ظلم و ستم میکنید، اینها
این ظلم و ستم شما سبب میشه که اینها یک روزی منفجر بشن، یک روزی بر علیه شما اقدام بکنن. شما هستید که با ظلم و ستمتون تروریست ها رو تربیت میکنید. هیچ انسانی از بطن مادرش تروریست به دنیا نمیاد. این جوانهایی که امروز میبینید در داعش رفتن یا در گروه های دیگر دست به اعمال تروریستی به خود شما میزنن، اینها از مادر تروریست به دنیا نیامدن. نظام های شما اینا رو تروریست ساختن. ظلم و ستم های شما از اینها تروریست به بار آورد. شکنجه هایی که در زندان ها می کردید از اینها تروریست به بار آورد. من جوان هایی رو میشناسم که 1 سال در زندان بودن، بعد از 1 سال ارتباطشون با خانواده و دوستانشون قطع شد. بعد از اون دیدیم که سر از یکی از گروه های نظامی که بر علیه فلان دولت می جنگن در آوردن. چرا؟ چون بدترین شکنجه ها و ظلم ها رو در زندان کردن بر اینها. چقدر تحمل بکنه یک جوانی که در زندان لختش میکنن، لباساشو در میارن، بهش تجاوز میکنن، با انواع مختلف شکنجه ها رو بر علیه این جوان انجام میدن، توهین میکنن، اهانت میکنن. چه توقع دارید این جوان که از زندان اومد بیاد بره در خونه خود، بره در حکومت شما بگه خب دست شما درد نکنه، خیلی تشکر، خیلی ممنون، ما خیلی از شما منت داریم آقای رحمانوف. آقای رحمانوف شما دارید تروریست تربیت میکنی. این جوانی که به خاطر ریشش کشته میشه، پدرش، برادرش، بستگانش، دوستانش، رفیقانش، اینها هستن که انتقام میگیرن. شاید امروز چیزی به دستشون نرسه، شاید امروز نتونن کاری بکنن، اما اگر به یاد داشته باشید من در قسمت‌های اول و دوم سوم این برنامه گفتم بترسید از روزی که ملت قیام بکنن، بترسید از روزی که ملت بخوان از شما انتقام بگیرن، بترسید از روزی که در گرفتار قهر و غضب ملت شوید. از همه اینها بالاتر الله سبحانه و تعالی، الله قهار، اللهی که از ظالمین و مستبدین انتقام میگیره، بالای سر داره میبینه، ظلم ها و جنایت شما رو داره میبینه، فقط به شما مهلت داده شاید که برگردید. پیام من با آقای رحمانوف و به همه سردمداران تاجیکستان این است که الان هم سر وقت است، برگردید، به ندای ملت لبیک بگید، از ملت خودتون عذرخواهی بکنید، از اونایی که ریشاشون رو تراشیدید، از اون خواهرایی که حجابشون رو از سرشون برداشتید، از اون زندانیانی که در زندان به اونها ظلم کردید، 20 سال، 25 سال، 30 سال حبس ابد اونها رو زندانی کردید، از اون جوانهایی که در زندانها به اونها تجاوز کردید، شکنجه کردید اونها رو، از اونها معذرت بخواید. به خدا ملت تاجیکستان ملت شریفی است، میگذره از شما رو میبخشه. این ملتی است که نباید شما به اونها ظلم بکنید، ملتی که همیشه در پی صلح و آرامی بوده. هر چقدر ظلم و ستم کردید به این ملت تحمل کرده، دست بردارید، توبه کنید، هنوزم سر وقت است. اگر به خاطر خدا نمیخواید از این ظلم و ستم دست بردارید، حداقل به خاطر حفظ کرسیتون، به خدا اگر این ملت بخواد در یک روز میتونه همه شما رو نیست و نابود بکنه. برگردید به سوی ملت، هنوزم این ملت برای شما احترام قائل است. من در بین مردم آسیای میانه افغانستان همیشه به حاکم، به پادشاه، به رئیس جمهور میگفتن که سایه خداست. همیشه احترام داشتن به حاکم، حتی به یک سرباز. یک سربازی در یک روستا می اومد، همه رو جمع میکرد، میبرد به طرف مراکز امنیتی، مرکز پلیس، کسی اعتراض نمیکرد. اون لباس پلیس یک احترام و یک تقدسی داشت در بین ملت. نکنید، کشورتون رو تباه نکنید، تاجیکستان رو خراب نکنید، ملت رو به جان همدیگر نندازید. همونطوری که بارها گفتیم به سوی ملتتون برگردید، خواسته های ملت رو برآورده کنید. مگر این ملت از شما چی میخواد؟ قصرهای زرین نمیخواد از شما، ماشین های آنچنانی نمیخواد. این پدر و مادر تاجیک فقط از شما میخواد که فرزندانشون در کنارشون باشن. نکشید فرزندان اینا رو، شکنجه نکنید، و الا بین مظلوم و بین الله سبحانه و تعالی هیچ اجابی نیست. به خدا قسم اگر الله سبحانه و تعالی به دعای یکی از مظلومان تاجیکستان شما رو بگیره، هیچ کدومتون نجات پیدا نمی کنید. و از ملت شریف تاجیکستان می خواهیم که در پی هر شخصی، هر صدایی، هر گروهی که داد از دفاع از شما میزنن نروید.
دقت کنید، افراد رو بشناسید، خاصتا افراد و گروه هایی که خط مشی اونها، سیاست های اونها آشکار نیست. معلوم نیست که خودشون رو به کدام کشور فروختن، به کدام دولت فروختن، به کدام استخبارات فروختن. در پی اینها نباشید، الا کسانی که راه و روش و سیاست آشکار دارن، کسانی که آینده فرزندان شما را تأمین نمی کنن، کسانی که عقیده اهل سنت و جماعت را در تاجیکستان تأمین نمی کنن، کسانی که بر علیه روافض، شیعیانی که در تاجیکستان فتنه و آشوب مذهبی میخوان برپا بکنن، سیاست‌های آشکاری در مقابل اونها ندارن. امروز به بهانه‌های مختلف میخوان که از شیعیان ذکر نکنن در سخنهایشان، در برنامه‌هایشان، در سایت‌هایشون، در شبکه‌هاشون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نکنه که ایران ناراحت بشه، نکنه که فلان شیعه و فلان حکومت ناراحت بشه. به دنبال اینها نباشید. هر شخصی، هر گروهی، جنرال حلیم است، گروه 24 است، 25 است، 26 است، هر گروه و حزب نهضت است. یک بار تجربه کردید، یک بار حزب نهضت شما را فروخت، یک بار سردمداران حزب نهضت شما را فروختن به روسیه و ایران، یک بار آرمانها و اهداف شما را زیر پا گذاشتن. همینایی بودن که به خاطر کرسی و مقام و منصب اومدن شما را فروختن. این حقیقت تلخی است که باید بگیم. عقیده و آرمان ملت شریف تاجیکستان را فروختن، شاید به خاطر 4 سامانی که به اونها حقوق میدادن، شاید به خاطر کسایی که در تهران برای اونها قصر و آرگاه و بارگاه درست کرده بودن. به هر دلیلی بود آرمانهای ملت رو زیر پا گذاشتن و نتیجهش رو امروز ملت تاجیکستان دارن میبینن. شمایی که در اون روز میتونستید تاجیکستان را به دست بگیرید، حکومت اسلامی در تاجیکستان تشکیل بدید، در اون روز آرمانهای ملت و اسلام و مسلمین رو زیر پا گذاشتید. به هر دلیلی که باشه، هیچ بهانه‌ای از شما پذیرفته نمیشه. او خونهای پاکی که در راه برپایی حکومت اسلامی در تاجیکستان ریخته شد، گریبانگیر شما در دنیا و آخرت خواهد بود. آرمانهای خودتون رو زیر پا گذاشتید. امروز هر کدام شما در کشورهای خارج فرار کردید، رفتید و ملت رو به حال خودشون رها کردید. بهتر نبود که سران حزب نهضت امروز در تاجیکستان کشته می شدن در کنار ملتشون، اما از کشور فرار نمی کردن، ملت رو رها نمی کردن. امروز وقتی حجاب یک خواهر مسلمان از سرش برداشته میشه، وقتی که یک جوان مسلمان به خاطر ریش به شهادت میرسه، سران حزب نهضت در پیشگاه خداوند مسئولید شما و همه گروه هایی که امروز به نام ملت تاجیکستان قیام کردن و داد از دفاع از ملت تاجیکستان میزنن. امروز هر جوان تاجیکی که داره شیعه میشه، هر شیعه رافضی که امروز در تاجیکستان آزادانه داره فعالیت میکنه، به خاطر اینها فردا روز قیامت شما مسئول هستید. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هیچ عذری از شما پذیرفته نمیشه. امروز 4 تا صیغه زاده رافضی ایرانی و تاجیک در تاجیکستان آزادانه دارن فعالیت میکنن و شما بودید که به نام اهل سنت، به نام اسلام قیام کردید. کجا شد آرمانها و اهداف شما؟ همه رو زیر پا گذاشتید. امروز در خارج رفتید آرام نشستید و ملت رو به حال خودتون رها کردید. امروز که ایران داره در تاجیکستان فعالیت میکنه، ملت تاجیکستان رو به سوی بدبختی داره میکشه. کجایید شما؟ چرا صداتون در نمیاد؟ هنوزم خجالت میکشن که در مورد ایران صحبت بکنن؟ هنوزم خجالت میکشن که در مورد خمینی زندیق صحبت بکنن؟ هنوزم خجالت میکشن که بگن که ایران در تاجیکستان خیانت کرد؟ هنوزم خجالت میکشن که بگن که ایران امروز در تاجیکستان داره فتنه و آشوب مذهبی به پا میکنه؟ تا به کی میخواید سکوت بکنید؟ میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشالله با تماس های شما در خدمتون خواهیم بود. ای وطن تو کی درین رنج و بلا میبینمت، ای وطن تو کی درین رنج و بلا میبینمت، در میانی بار خون اندر شنا میبینمت، ای وطن تو کی درین رنج و بلا میبینمت، در میانی بار خون
اندر شنا میبینمت. روز و شب کشته ایم اولادی تو گریان منم، میهنم تا کی بگو اندر عزا میبینمت. روز و شب کشته ای اولادی تو گریان منم، میهنم تا کی بگو اندر عزا میبینمت. مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم، خون جگر در رنج فرزند دان چرا میبینمت. مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم، خون جگر در رنج فرزند دان چرا میبینمت. مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم، خون جگر در رنج فرزند دان چرا میبینمت. با دو چشمی خون فشان و با دلی رنجور و زاد، به کس و شورید حال و به نوا میبینمت. با دو چشمی خون فشان و با دلی رنجور و زاد، به کس و شورید حال و به نوا میبینمت. تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند، تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند، از نفاقی ناکسانی به حیا میبینمت. تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند، از نفاقی ناکسانی به حیا میبینمت. یاد ایامی که بودی جنتی روی زمین، آه آه اکنون چرا ما تمسرا میبینمت. یاد ایامی که بودی جنتی روی زمین، آه آه اکنون چرا ما تمسرا میبینمت. خونی فرزندانی تو ارزان تر است از برگ کاه، از تیر و خار و ذلیل و به بها میبینمت. خونی فرزندانی تو ارزان تر است از برگ کاه، از تیر و خار و ذلیل و به بها میبینمت. یا با درد ندارم تا بگویم رازی دل، روز و شب دیده ای درد آشنا میبینمت. یار با درد ندارم تا بگویم رازی دل، روز و شب دیده ای درد آشنا میبینمت. یار با درد ندارم تا بگویم رازی دل، روز و شب دیده ای درد آشنا میبینمت. یار با درد ندارم تا بگویم رازی دل، روز و شب دیده ای درد.
عزیز و گرامی، با قسمت دیگری از برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها در خدمت شما سروران گرامی هستیم و از همین لحظه به بعد عزیزانی که از طریق شماره تلفن برنامه و از طریق اسکایپ میخوان مشارکت داشته باشن ما در خدمتشون هستیم. میتونن زنگ بزنن و دلگفتهای خودشون رو بیان بکنن. خواهش و تمنای من از تک تک شما عزیزان ملت بزرگوار تاجیک این است که انشاءالله در طرح موضوعات سعی بکنید که ذکر افراد و شخصیت‌های اسلامی در تاجیکستان نشه و مطالبتون رو خیلی فشرده بیان بکنید و موقعی که تماستون چه از طریق اسکایپ چه از طریق تلفن برقرار میشه لطف کنید صدای تلویزیون رو کاملا ببندید. احمد جان شماره تماس رو شما بگیرید و انشالله و از طریق اسکایپ عزیزانی که تماس گرفتن من در خدمتشون خواهم بود. بله، یکی از آیاتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وضعیت گروهی از انسانها رو بیان میکنه آیه 143 سوره نساء است که الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء. گروهی هستن دو دلن، همیشه دو دل، شکاک، نه اینور نه اونور. نمیخوان روسیه ناراحت بشه، نمیخوان ایران ناراحت بشه، نمیخوان رحمانوف از دست بدن، نمیخوان که فلانی ازشون دلگیر بشه. اینها منافقین هستن. اینها کسایی هستن که در امور دینشون شک دارن. راه دین، راه اسلام قرآن واضح و آشکار است. در دین، در راه الله سبحانه و تعالی دودلی جایی نداره. و نصیحت من به این ملت بزرگ این است که هر انسانی که ولو بر اسمی باشه انسان مذبذب و دودل بود، حقایق رو نگفت به شما، ترکش بکنید. فرق بین اون و فرق بین رحمانوف نیست. هر کسی که راه و روش و اعتقادش رو آشکارا بیان نمیکنه به دنبالش نرید. اینها همون کسانی هستن که فردا اگر به قدرت برسن بدتر از رحمانوف عمل خواهند کرد. بله، سلام علیکم. از طریق اسکایپ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما شهر روسیه زنده هستیم. بفرمایید برادر عزیز بزرگوار، از شهر روسیه در خدمت شما هستیم. میتونیم با بله، صدای شما داره پخش میشه در استودیو، مردم دارن صدای شما رو میشنون. بفرمایید. آقای شریف بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری شما چطور هستید؟ بخیر هستید انشاءالله؟ سلامت باشید، الله مطالبتون کنه. بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری ما مهاجر هستیم، از شهر روسیه گپ میزنیم. آقای انصاری بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری ما شما رو خیلی دوست داریم، فی سبیل الله. ما هم شما رو دوست داریم. اخی جان در حق ما دعا کنیم. ما در حق همین برادرایی که از وحدت بودن، همین برادرایی که شهید شد، درباره این بسیار خبرها دادن که این از طرف پلیس های دولت خور و ذلیل گرداندن برادرای ما را. درست. ما هر چی کاری کردن در ما کردن، اما مخالف دین ما برآمدن اینها. درست. ما مردم تاجیک، ما مردم مهاجر یزدگام چی محتاج هیچ نیستیم، اما در دین ما خلل رسوندن. ما دیگه این صبر نداریم آقای انصاری. درست. آقای انصاری این روز که این با وحدت رفته است که مردم وای رو پیشواز گرفته است. من نمیدونم که مردم تاجیک چی طور این رو پیشواز گرفتن. من این رو فقط یک اندیشه میکنم، نمیدونم که چی طور این رو باز پیشواز گرفتن. آقا انصاری درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا انصاری در حق موجود رو کنید. الله متعالفتون کنه. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از شما. از طریق تلفن احمد جان وصل کنید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، صدای شما داره پخش میشه.
سوالکار شما هستید؟ بله بفرمایید. استاد من همیشگی شما خب چند وقت که وصال حق خدا خطا چیز دیگر نخواست دریافت کردن و خیلی بسید. سلامت باشید. تشکر از شما. این چند ماه بارشون داره کار میکنه؟ الان وصال حق در روی یوتلسات هست و گلکسی و نایلسات. انشالله به زودی در عربسات و در هوتبرت هم خواهیم آمد انشالله. استاد من یه چیزی میخوام. بفرمایید. در مورد یحصاد انشالله صحبت میکنم. تشکر از شما. متشکرم از تشکر از شما. برادر زنده باشید. دیگر سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد یحصاد من قبلا هم صحبت کردم که ماهواره یحصاد چون که بیش از 50 کانال ایرانی در آنجا است، حکومت ایران شرط گذاشته که اگر وصال حق در ماهواره یحصاد بیاد ما همه شبکه هامون رو از یحصاد میبریم و یحصاد هم یک شرکت تجارتی است و هر کسی که پول بیشتر بده در خدمت اونهاست. تشکر. بیننده بعدی. برای سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام آقای انصاری، خوش باشه. احمد جان من صدا ندارم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، خوش باشه. صدا نیست. بله اینجا صدا نیست. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین برادری عزیز گرامی. ما که از بینندگان شما از داخل تاجیکستان صحبت میکنیم. بفرمایید برادر عزیز. کمی بلندتر صحبت بکنید، صداتون پایین است. باش. اگر امکانیت باشد برای ما کمی وقت پیدا کنیم تا ما بتونیم صحبت خودمان را آزادانه انجام بدهیم. بفرمایید برادر عزیز. این برنامه متعلق به هیچ حزب و گروه و حکومتی نیست، متعلق به ملت تاجیکستان است. هر چی دل تنگ شما میخواد بگید. بله برادر عزیز، ما که از این فردای ملت تاجیکستان میباشیم که مدت طولانی در این سرزمین خودمان رنج و مشقت و مشکلات را میبینیم. از این خاطر منبر شما را همچون منبر حق برای خودمان دریافتیم. از این لحاظ میخواهیم بعضی اون مشکلات و مصیبت هایی که بالای ملت بیچاره تاجیکستان آمده است به شما بیان کنیم. بفرمایید. آقای انصاری، در حقیقت روزهای اخیری که ما مشاهده میکنیم وضع امروزه تاجیکستان از جمله ما جوانان را خیلی نگران کننده و بعض خیلی وضع نگران کننده می باشد که تمام ضررهای بالای باز ملت بیچاره تاجیکستان بار می شود. راستی اون حادثه و مصیبت هایی که روزهای اخیر بالای تاجیکستان می آید، من هم همچون یک جوان تاجیکستان پره تمام این مشکلات و مصیبت ها بالای حکومت فعلی جمهوری تاجیکستان می دانم که متاسفانه در طول این 21 و 22 سال رهبری برای ملت تاجیکستان هیچ خدمت و هیچ کار خوب انجام نداده است. من صحبت خودم را در چند مسئله در اینجا انعکاس میکنم و هر مسئله کمی هم صحبت خواهم کرد. بفرمایید. برادر، ما در روزهای اخیر شاهد شهید شدن یکی از برادرای مسلمان جوان تاجیکستان به نام عمر باباجان شدیم که اون یکی از همشهری های ما در شهر وحدت زندگی میکرد. متاسفانه این جوان با آنه که روزهای طولانی در روسیه بود و به تاجیکستان برگشت، فقط به خاطر داشتن نشست از جانب مأمورین پلیس ناحیه وحدت به زور به همون شعبه برده شد. اون مورد لطف‌کوب و ضرب و لق قرار گرفت و بالاخره بعد از یک هفته بیماریش در بیمارستان وفات کرد. اما تا به حال مقامات جمهوری تاجیکستان هیچ چاره را ندیدند و حتی در خبرها ما خواندیم که گناه را بر سر این جوان بیچاره بار میکنند که ما از نزدیک می‌دانیم که این جوان هیچگاه شرابخور هم نبود و این کارا دست هم نمی‌زد. دیگر مثلا که روز گذشته پرزیدنت تاجیکستان رحمانوف به شهر وحدت سفر کرد. در اونجا تعزیه خودش را برای اون فرزندان
مقامات بیان کرد. اما شما ببینید که این عمر بابایوف هم یک جوانی تاجیک است، تاجیکستانی است، اما به اهل عائله او هیچ همدردی بیان نکرد. این از چی بیانگر است؟ این بیانگر اون است که حقیقتا هم در تاجیکستان هیچ عدل و انصاف بررسی نمیشه. مسئله دیگه که میخواهم اینجا بیان کنم این است که مدت 23 سال است که جناب رحمانوف در تاجیکستان حکومت و حکمرانی میکنند، اما همیشه ما در همه شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان میشنویم که تاجیکستان به پیشروی به روزهای نیک میرسد، مردم خوشبخت میشوند، اما متاسفانه هیچ خوشبختی، هیچ پیشروی، هیچ کوششی ما در بین مردم، خصوصا من خودم که یک جوان تاجیک هستم، دیده نمیشود. در تاجیکستان ما در خانه های خودمان آب نوشابه نداریم. امروز آب تازه اعلام میکنن، دعوا میکنن که ما آب داریم، اما ملت تاجیک، ملت مظلوم تاجیک از آب محروم است. مسئله برق اکنون ماه سپتامبر شروع شد، بعد یک ماه دو ماه در اکثر کل تاجیکستان برق کنده میشود. مردم بیچاره در این سرمای خیلی شدید از برق محروم میشوند. مسئله مهاجرت متاسفانه ما امروز میبینیم که تمام اون نیروی جوانای تاجیکی هست به مهاجرت رهبر شده هستند و در تاجیکستان هیچ جوان سالم دیده نمیشود. اما ما همیشه این سخن را میشنویم که رحمانوف برای ما سرخ کرد، رحمانوف گریزدگان را از افغانستان از دیگر جا آورد. اما یک بار فکر میکنیم که بله سال 1997 رحمانوف با همراهی سید عبدالله نوری صلح کرد، مردم را از افغانستان آورد. اما امروز اون گریزدگانی که در افغانستان بودن 100,000 و 200,000 بودن، اما امروز ما مشاهده میکنیم بیش از 1.5 میلیون نیرومند جوان تاجیکستان در غریبی و مهاجرت و تحصیل هستند. آیا این از انصاف است؟ حکومت برای ما چی کرده است؟ اون خدمتی که حکومت برای مردم تاجیکستان کرده است این است که تمام اهل فهم و معرفتش را زندانی کرد. آدمای باسواد و کسایی که تجارت میکردن و مردم کمک میکردن اونها را نابود کرد. جوانای نیرومندش را با یک برنامه مخصوصی که خودش دارد به مهاجرت روان کرد. امروز ما ببینیم حکومت رحمانوف با تهمت و زوری مردم را، جوانان را، اهل ضیاع را پشت پنجره میکند، دیگر را میکشد و دیگر را با تهمت و بهتان از وطن دور میکند. متاسفانه این چیزها در شبکه‌های تاجیکستان گفته نمیشود، در تلویزیون‌های تاجیکستان گفته نمیشود. چرا رحمانوف حکومت تاجیکستان برای سوزاندن یک نفر در عراق یا در سوریه باشد تسلیت میکند، غمگینی خودش را بیان میکند، اما هر ماه هر سال صدها تابوت جوانان تاجیکستان از رفیع وارد تاجیکستان میشود؟ یک بار هم ما ندیدیم که رحمانوف همدردی خودش را به اهل عائله این خانواده ها بیان کند. مگر اون جوانهایی که در رسیم کشته میشوند، مگر اون جوانهایی که کلم از بدنشان جدا میشوند، مگر اون جوانهایی که مثل اون عراقی در درون خانه‌ها از جانب روس‌ها سوزانده میشوند اونها تاجیک نیستند؟ چرا رحمانوف یک بار برای اونها همدردی بیان نمیکند؟ مسئله دیگه که حکومت رحمانوف و خود رحمانوف امروز بالای ملت تاجیکستان بار کرده است، این مبارزه علیه فرهنگ ملی تاجیکی می باشد. ما از اسلامی بودن حرف نمیزنیم، اونها ضد اسلام هستند، اما ما باید دانسته بدانیم، جوانای تاجیکستان باید بدانند، مردم تاجیکستان باید بدانند که امروز حکومت رحمانوف با اون فرهنگ ملی تاجیکی مبارزه میبرد. لباس های تاجیکی ما رو تغییر میدهد. اگر لباس تاجیکی همین لباسی هست که لوچ باشد، برهنه باشد، گذشتگان ما، پدران ما، اون کسانی که پیش از ما بودن تاجیک‌ها اینجا زندگی میکردن این بوده لباس ندارن. امروز حکومت رحمانوف ریش‌های جوانان، ریش‌های مردم تاجیک را میتراشد. مگر ابو علی ابن سینا، مگر فردوسی، مگر صدرالدین عینی یا دیگر اون بزرگان تاجیکستان که هستند اونها ریش نداشتند؟ از چگونه ریش از فرهنگ تاجیکی نیست که
مجبور میکنند اونها را تراشیده شود. امروز ما میبینیم از طرف حکومت رحمان و دهها طرفخانه ها تأسیس داده شده است در اونجا متاسفانه زنای تاجیک دخترای تاجیک را به فحش و بازیگر تبلیغ میکنند و اونها را استفاده میکنند و میبینیم که امروز مسجدها را منع میکنند، مسجدها را خراب میکنند و مردم را از خواندن نماز در اونجا محروم میکنند. و دیگر مسئله این است که یک کمی برادر عزیز اگر مختصرتر بیان بکنید چون بینندگان زیادی هم پشت خط هستند. بفرمایید. مسئله دیگر این است که ما همیشه در شبکه‌های تاجیکستان تماشا میکنیم که رحمان صلح کرد. بله صلح کرد، با کی صلح کرد؟ چرا تا امروز مردم تاجیکستان صلح ها رو نبینند؟ چرا تا امروز مردم تاجیکستان مالش غارت کرده می شود؟ خانه اش گرفته می شود، در خانه اش از طرف مقامات توصیه می شود. هیچ آزادی و هیچ چیزی ما در اینجا دیده نمیتونیم. برادر عزیز، من خلاصه کامل گفتم میتونم که در این مدت 23 ساله که حکومت رحمان و بالای تاجیکستان حکمرانی کرد، مردم تاجیکستان قشاق شدند، از آزادی خودشان محروم شدند، فرهنگ ملی هزار ساله خودشان را فراموش کردند، از بقای آنها گرفته شد. هر عالم و دانشمندی که داشتند از طرف این نظام نفت کرده شد. و امروز هم اگر باشد یک تحلیل کوچک دارم آید مسئله عبدالحلیم است که از همون گریران که فیرالش بگرد، اینا همش با همون کار دست حکومت است، با خاطر که هر قدر کوشش کرد که یک گروه اسلامی سلاح بگیرند در یک کار بکنند تا حکومت خودش را مستحکم کند و مخالفان خودش را بیشتر به سطح درآورد نتوانید. اکنون میخواد این جنرال‌ها و دیگران را به این مصیبت گرفتار کند تا که برای خودش یک مشروعیت در قتل و کشتار مخالفان خودش پیدا کند. و جز هجرت و جز خارج شدن از وطن و جز کمبودی در برق و دیگر مشکلات، این حکومت تاجیکستان برای ملت کردگی نیست. من همچون یک جوانی که امروز در داخل تاجیکستان زندگی میکنم هیچ آزادی برای خودم نمیبینم، نه در خانه اون دوست و رفیقات که ما دارم هیچ چیز نمیبینم. از این خاطر خواهش میکنم که این قدر مشکلات که امروز بالای تاجیکستان میشود بهتر همین است که رحمان به استعفا برود تا به جای دیگر کسی که جاست حکومت تاجیکستان را صاحبی کند. مگر نمیشود هر یک مخالفی که بر علیه رحمانوف قیام کند آنها یا دیوانه بشوند یا آنها را با هر تهمت میکنند. بهتر همین میشود که خود رحمانوف به استعفا برود تا که یک شخص دیگر برای مردم آماده سروری کند این مردم را از ظلم و ستم این مهاجرات دیگر نجات بدهد. از همین خاطر ما از اون مردم با غیرت کباب، از مردم با غیرت در وحدت شامل خواهش میکنیم که علیه این رژیم تظاهرات کنند. ما داریم که در روز جمعه بعد نماز جمعه و تظاهرات قیام کنید. مردم خواهش میکنیم که جوانان در اینجا با ما زیاد هستند تا که از این قتل و کشتار که بالای ملت تاجیک میاد خلاص شد. ما جوانان فقط راه خلاصی ملت تاجیکستان را از بین هر وقت که این اگر از بین رفت بالای ملت تاجیکستان خدا خواسته باشد آبادی و خوشبختی میارد. تشکر از شما بیننده گرامی. سلامت باشین برادر. تشکر از شما. تشکر میکنیم از این بیننده عزیزمون. تماس بعدی رو میگیریم. برای سلام علیکم از طریق اسکایپ بفرمایید. علی شیر برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم برادر گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا رو کمی تقویت کنید دوستان. بفرمایید. من از تماس میگیرم. بفرمایید. برادر عزیز دیگه قدیش من اینقدر میگوز گپ زدن نه تماس گرفتم دیگه نمیتونم خما گم کردم. من با برادرها وضعیتم میفهمم. من خودم مشکلات در بالای ما آمد. همچون از برادرم محکم هست نه و هر گروهی میگه این طریق سلفی طریق تنقیر میکنن و از از برادران خواهش میکنم که وقتی شما را امخیل گروه شما بپرسین دلیل بپرسین سلفی چه این بدبختی های میگه همین تومت میکنن در آدم را
درست. هم برادر عزیز از مسکو به شما به تلفن چطور تماس بگیریم؟ میکنم نمیشه. همین شماره ای که شما در صفحه تلویزیون میبینید با همین شماره میتونید تماس بگیرید. میکنیم میگه خطا هست. والا شاید هم چیز کرده باشن، بسته باشن شماره در اونجا. انشالله شماره رو سعی میکنیم عوض بکنیم. تشکر از شما. برادر ایشو ممکنه از سوال دیگه؟ بله. تشکر از شما. با شیخ عبدالقدوس دهقان سلام ما را برسونید. علیکم و علیه السلام. سیفای بود. دعا کن در حق ما. الله مطالب ستون کنه. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. تشکر از شما برادر. خدا نگهدارت. آقا محمد از طریق اسکایپ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با آقای انصاری صحبت میکنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. بله. خداوند شما را جزای خیر بده. اولا میخوام که شما را الله ثابت قدم گرداند در این راه و شهادت بزرگی را نصیب گرداند شما. آمین. آمین. و گفتنی آن را دارم، هرچند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه‌اش این بود که هر یک قوم بس کردن و دوری مردم از طاغوت میجستند. یعنی تا علما مثلا انصاری سنت واجب بودن هجرت اگر درک نکنند، نیایند در بر شما راست نیستند و مردم دعوتی به الله و دوری جستن از طاغوت نکنند، ما در این خیر نمیبینم آقای انصاری. و از شما ما خواهش دارم که با علماهای ما یک مکتوب بکنین که یک فکر، یک قیاس، یک عقیده ده بیاین که با مردم مظلوم تاجیک یک دو شده انشاءالله این رژیم از بین برن. جزاک الله خیرا برای دقت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما بارها این پیام رو دادیم و باز هم میدیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در مورد هیزم و یا به قول تاجیکا آتشگیری دوزخ صحبت میکنن، سه طبقه رو یاد میکنن: شهدا، علما و کسانی که به اصطلاح در راه خدا نفقه میدن. این سه گروه از بهترین گروه ها هستن امروز در بین مسلمان ها. کسی که شهید میشه چقدر ما بهش احترام میگذاریم. کسی که عالم دین است چقدر به او احترام میگذاریم. کسی که در راه خدا خیرات و صدقات و زکات میده چقدر بهش احترام میگذاریم. این سه گروه دوزخ با اینا الله سبحانه و تعالی دوزخ رو روشن میکنه. آتش به اصطلاح هیزم دوزخ اینا هستن. اون عالمی که به خاطر این تحصیل علم شرعی بکنه که مردم بهش بگن عالم، اون عالمی که از علم خودش در راه دین استفاده نکنه، اون شهیدی که به خاطر این به شهادت برسه که هدفش این باشه که بگن که فلانی شهید شد به خاطر نام، به خاطر باطل. شهید واقعی شهیدی است که برای اعلای کلمت الله به شهادت برسه. و اون کسی که پول خود را در راه خدا خرج بکنه به خاطر این که مردم بگن بله فلانی انسان پولداری بود در راه خدا خرج کرد. اینها ایزم جهنم هستند. عالمی که حق رو بیان نمیکنه، عالمی که در کنار ملت خودش نمی ایسته، عالمی که حکم قرآن و سنت رو بیان نمیکنه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند در دوزخ لجامی از آتش به دهنش خواهند انداخت. آیا ما تحمل همون لجامی رو که امروز به اسب‌ها و به حیوانات میبندن داریم؟ تصور بکنید این لجام دنیاست، لجامی که از آتش باشد بر دهن اون عالمی که حق رو نگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بزرگترین جهاد این است که انسان سخن حقی رو در نزد یک انسان ظالم، یک سلطان ظالم بگه. پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیننده بعدی از طریق اسکایپ. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید. بفرمایید. آواز من پخش شده است؟ بله صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. خب عزیزانی که تماس میگیرن لطف بکنن که مایکشون رو آماده بکنن، صدای تلویزیون رو قطع بکنن، چون من نمیخوام که این وقت گرانبهای برنامه ضایع بشه و دوستان زیادی پشت خط هستن. بله احمد جان، شما یکی از تلفن ها رو وصل بکنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من صدا رو ندارم احمد آقای گل. بله سلام علیکم، بفرمایید. از تاجیکستان. بله از طریق اسکایپ. سلام علیکم، بفرمایید. ابو عمر بیننده عزیز از طریق اسکایپ. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. من سلمان هستم برادر، از شهر قاهره زنگ میزنم برای شما. ماشاءالله، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا شما داره پخش میشه در استودیو، بفرمایید. آقای انصاری هستید؟ انصاری هستم، بفرمایید. خیلی ممنون هستم که زنگی ما را جواب دادید. خیلی سلامت باشید. بفرمایید برادر عزیز، وقت در اختیار شما است، از وقت استفاده بکنید و درد دلتون رو با ملت تاجیکستان بفرمایید. خیلی منتدار هستم از شما، خیلی الله را شاد از شما، خیلی سپاسگزارم هستم. بعد گفتنی هستم که بفرمایید برادر عزیز. گفتنی هستم که برادر بزرگوار، شما صدای تلویزیون رو ببندید و صحبت بکنید، بفرمایید. از برای الله از طرف تاجیکستان هم از برای مهاجران، از برای همه خواهشمندی هستم از برای الله سال حق را به تاجیکستان کردید. خیلی ممنون. سلمان جان برادر عزیز، این وظیفه ماست، این دستور الله سبحانه و تعالی است، بفرمایید. فقط یک شما خواهش دارم که اگر وقتی خارجی من برای شما کمتر صحبت دارم، خاص برای شما. لطف کنید از طریق ایمیل شخصی من تماس بگیرید، انشالله من در خدمت شما خواهم بود. جزاک الله خیر. من کمکفای خیلی زیادی دارم، نمیخوام که دیگر مردم شود. بسیار خوب، شما از طریق ایمیل life@visalfa.tv انشالله تماس بگیرید. احمد آقا زیرنویس میکنه، از طریق ایمیل تماس بگیرید، من در خدمت شما خواهم بود. باشد، چشم. خیلی سپاسگزارم. زنده باشید برادر عزیز. جزاک الله خیرا. حیاک الله حبیبی. بله احمد جان، نوبت شماست، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. تماس تلفنی. بیننده گرامی که پشت خط هستید، اگر صدای من رو دارید عرض سلام و ادب دارم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی، در خدمت شما هستیم. صدای شما هست، بفرمایید. تشکر علیه شما را اجازه کنم برای چنین کنم. تقریبا چند دقیقه وقت داریم برای صحبت. بفرمایید. کوتاه و مختصر صحبت بکنید چون عزیزان زیاد پشت خط هستن و کمی بلندتر صحبت بکنید، صداتون ضعیف است. خب کمی فرصت میخوام از شما بسیار انصاری. بفرمایید. خب البته ما خبریات بدیم که قطع شدن سال هفت کم وقت محدود شد. البته این هم در سال هفت هست که از هر طریقی
سخنهای حق به گوش مردم میرسه، البته روی معمول کرده میشه در این موضوع که خب وقتا وقتی اگر مشاهده کرده باشیم از طریق تلویزیون، تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، گروه شنونده جمهوری اپوزیسیون که می‌دارد از جوانان و پیرانسالان، دانشجویان، آموزگاران، روحانیان و حتی اعضایان و مسئولین حزب نظر مسلم اپوزیسیون سازمان‌های کشور بودند، مردم را دعوت می‌کردند برای دست کشیدن و قطع کردن فعالیت رسمی نهضت اسلامی اپوزیسیون و سبب ابراز می‌کردند در خلال رساندن صلح سوده در وطن. البته معلوم است که برنامه‌ریزی از جانب رژیم امروزه بود و این نفرایی که امروز دعوت پیشنهاد می‌کنند به خواهش میل خود نبودند، زیر فشار تحریک قرار دارند و اما بعضا معلومات‌های امن تنبیه‌شون که مسئولین حزب نهضت اسلامی اپوزیسیون چگونه به خانه‌شان رفته تحلیل می‌کردند. اگر که مردم به عمل خود می‌توانست ناراضگیش بیان کند، سخن آزاد می‌گوید، از دیگر مشکلاتی از این 10,000 مرتبه بالاتر است. به مثال مداری، مهاجرت، ظلم ظالمی، ناعدالتی، ضدیت نسبت دین اسلام، فروختن کارچای وطن و غیره. خلاص رژیم دانست که در چنین نقش برنامه‌ریزی خود موفق می‌شود. گرچند اگر نتواند که حزب نهضت از صحنه سیاسی بیرون کند، لیکن نقطه گذاشته می‌کند به فعالیت رسمیش. خود خدایی سربستاندن یک حزب فعال نامدار نهضت نه تنها عادی راهبر یا کرایه‌ساز است، این عادی هر یک اعضای حزب است خاموشی یعنی ترک و درگیر جریان و سخن در راه اختیار نکنند. اول خصوص خدمت حزب‌ها و افراد جمعی که امروز در خدمت رژیم رحمان قرار دارند، اینا هم گناهگارند و در بین بردن دیگر حزب‌ها و افراد معروف تماشابین بودند و قصدوانی هم کردند. اگر بگویم این کشور عربی گوی سفید خود موافق می‌آید. خب کشور ما در نخ نمی‌کنیم که وقتی زیاد نگیریم، همین که در آخر میگه ما خوده شدیم همون وقتی که گوی سفید خورده شد. صدا رو تقویت کنید در استودیو. بفرمایید. این خود موافق می‌آید با این همین با و همین افرادی که امروز با ما مختلف هستند. دیگر نه تنها در سر حزب نهضت است، دیگر در سر همه حزب‌ها هستند، حزب‌های مختلف. درست. یعنی که در وقتی که همین گناه مشکلی‌ها در سر دیگر آمد، اینا خاموشی را اختیار کردند. اینا همون وقت نگوشتن از بین رفتند. درست. شاید بعضی نفرهای سخنهای نقششون آیند، پس به خودشان سوال کنند که چی چرا اندیشه کردند؟ کجا در سفرعلی تنزه، سیدعلی نوری، اسکندر، قوت سلطان، ثالث امام نظر، فتحعلی، عمرعلی قوت، اینا کجا و اینا چی صدا بلند کردند وقتی که در سر اینا مشکلی می‌آمد؟ فقط خاموشی بود یا قصدوانی هم کردند. هر ظلم ستانی که در سرتان می‌آید شما قبولش دارید. حتی در عرفه قوتی پرزیدنتی در شما نامزدها 30 دقیقه وقت پیدا می‌شود، شما را تحقیر می‌کنند، لیکن شما خاموش شدید. مگر می‌توانید در 30 دقیقه کل برنامه خطاب به مردم پیشنهاد کنید. 30 دقیقه در 7 سال یک بار چنین استفاده داشته می‌شود، چگونه می‌توانید که خطاب به مردم شناس کنید. امروز شما را کسی نمی‌شناسد، شما را همه فراموش کرده اید. چون می‌توانید گاهی سفید گفته من هم که شما فراموش شده اید. سبب صدا بلند کردن کنید. در یک سال تا 30 نفر جوان صدا بلند کرد چون می‌دارد شما حتی می‌ترسید که نام اونها را بگیرید. امروز آمد به سرمان امور که همه وقت کوشش کردن که سر راه را بگیرید. یک سال بعد شما از هم طریق از طریق تلویزیون، رادیو، گازeta و دیگر رسانه‌ها از طریق همین شبکه‌های اجتماعی خود ما برنامه کرده گفته بودیم که رحمان جنگ می‌خواد. اما کوشش‌ها تا ایستگاه می‌دارد تا شما تا سیارات بزنید. از شما تروریست می‌سازند. چون که تنها با همین راه می‌توانند که شما حفظ کنند. هر چند از شما مسئولین، روحانیان، مربیان، سیاستمداران خون مردم خواهید کردیم، درخواست کردیم، طلب کردیم که خاموشی را اختیار نکنید. این ما را به ناجوری می‌برد و امروز دیدیم که از همین خاموشی ما، از همین به تاریخی ما، باید داغ خونی ثبت در تاریخ وطن ما. درست. تشکر.
صحبت دیگری این نفرایی که قیام کردن نه از دایی شفتن از دیگر از داخل خود یعنی حکومت برآمدن. برادر عزیز چه چیز سبب شد که جنرال بلندپایه‌ای که معاون وزیر دفاع است و جوانهایی که به اصطلاح در ارتش هستند از این حکومت جدا بشن و بر علیه این حکومت اقدام بکنن؟ سبب اصلی این تنش‌ها چی است؟ خب ببینید اینجا هر وقت مردم را ترک می‌دادن از داعش از القاعده به تحریک و در آخر بود هم شد گروه 24 سازمان جوانان و دیگر. ایرافه ببینید که از یگان این سازمان ها و این گروه ها خیاست قیام از داخل خود یعنی دولت شاید این نفرایی دارد و جایی که ما معلومه داریم شاید که صدای همین مادرها، صدای خواهرها، صدای برادرهای مبارز که اینا نتونستن که به طرف باشن و این از داخل خود یعنی حکومت قیام کردن و اینا هم در همه رو تروریست نام گرفتن. پس معلومه که کل این حکومت تروریست باشه، یعنی که از رحمان و سرکله تا آخرین افسر سرباز پس تروریست است اگر اینا که در همه رو دیگه تروریست بگیرن. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. خب تشکر میکنم از شما. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید. خیلی مختصر. خب باشه. یک چیز خیلی علم وارد. امروز همین حادثه که در شهر مردم نامد با یک بار خونی ثبت در تاریخ ما. امروز در شهر وعدت وقتی که رحمان رفته مردم شرم نکرده باز به همین ظالم خطر زدیم. همین ظالمی که دو روز پیش پروان کلو را زیر خاک کرد، همین قاتلی که سرسین کرده بهترین مردم وطن موجود میکنه و تا این روز موجود میکنه و رفتن این مردم از بین برای مراد ایده دینی نو امروز مطمئن در خانه مردمی کردستان است و شاید فرد باز هم صدای مدرس زیادتر بلند شدن. نولای مطمئن مدرس برای سربسته کنند، خواهرها برای برادراشون یا برای شوهراشون، این همه درد مردم است. نه رئیس جمهور نه وزیر، در خانه رئیس جمهور وزیر این مولا نیست، این در خانه مردم عادی است. از مردم وطن خواهش داریم باید سر رای خانوادگی را بگیریم، نه بذاریم که پوزیسیون مکمیسیون شود. هر کسی که این روز خاموشی را به طرفی را اختیار میکنه در قطره خونی هر یک شهروند پوزیسیون به محضور است. نه وقتا این قطره خونی افسر سرباز یک مبارز متعهد باشه سر رای خانوادگی را بگیریم. از همه شما خواهش است و تعزیه ما را قبول کنیم. تعزیه بیان میکنیم به همه مردم متحمل پوزیسیون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. بیننده بعدی از طریق اسکایپ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، شما چه خوب نه؟ الحمدلله، زنده باشید. بفرمایید برادر عزیز. عبدالله از روسیه. آقا عبدالله بفرمایید برادر عزیز. ما خیلی از شما می‌داریم که با این برنامه مثال حق که حقیقت را بیان می‌کنید و خداوند بر شما جزای خیر بده که از مسلمان‌های روی دنیا سلامت باشید. بفرمایید برادر عزیز. از مسلمان‌های روی دنیا پشتیبانی می‌کنید و می‌خواستم با شما بعد برنامه سخن بگم می‌توانم؟ بعد از برنامه خود شاید مشکل باشه. شما شماره تلفن روابط عمومی شبکه رو انشاءالله بعد از پایان برنامه زیرنویس میشه، شما به روابط عمومی شبکه تماس بگیرید. از ساعت 6 تا ساعت 8 به وقت تاجیکستان همه روزه میتونید با من صحبت کنید انشاءالله. زنده باشید. تشکر از شما. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری خوب هستید؟ اینجا سید من رحمت جان هستم. رحمت جان بفرمایید برادر عزیز. خب در این موضوعی که تو یک هفته اخیر در جمهوری تاجیکستان رخ داده است، در این موضوع میخوام یک صحبت بکنم و به سهم شرمنده تاجیکستان برسانم. بفرمایید. خب شروع میکنم از برادر عمر جان که
به خاطرش زدنش شهید شد و به خود سپردنش. و این برادرایی که قیام کردن روز 4 سپتامبر نفرایی بودن که از داخل حکومت بودن و دیدن ظلم و ستم حکومت، دیدن حکومت خونریز است، حکومت خونخوار است، دیدن حکومت که دشمن دین اسلام است و اون نفرایی که خدا ترس بودن در دلشون ایمان بوده امروز بعضی حکومت خواستن قیام کردن. همون وزیری که معاون وزیری که امروز خواست قیام کرد اون نفر نه بگیم از دایش است نه از دیگر نه از گروه بسیار از فقط خدا ترس بود. خدا ترس که بود خواست بعضی حکومت بعضی قانون حکومت خواست قیام کرد. درد ملت و درد وطن این او برادر ما کنار نمیذاشت خواست امروز بعضی یک حکومت ظالم قیام کرد. و خبری در رسانه‌های تاجیکستان نشان میدن، در رسانه‌های تلویزیونی تاجیکستان نشان میدن گویا که دیروز نشان دادن گویا که یک 30 نفر شقیدن و 7 نفر دیگر قتل کردن و 500 عدد یراق گرفتن از دست. اینا همش دروغ است. دیروز در تمام شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نشان دادن دروغ است، دروغ محض است. زیرا که روز 4 حکومت خودش گفته بود در رسانه‌ها که 7 یا 8 نفر با روی معاون وزیر گرفتن فرار کردن، اما ببینید که در رسانه‌های خبری گفتن که 30 نفر را قبیدیم و 7 نفر دیگر شهید کردیم و باز امروز گفتن که 17 نفر دیگر را قبیدیم و 7 نفر دیگر شهید کردیم، کشتیم. دروغ است، دروغ محض است. بودن در روز یراق را پاک گفتن، ماشینا را بودن پاک گفتن و گفتن این نمو قبیدیم، اما فقط یراق نشان دادن. دیگر کسی اون نفرایی که گفتن 30 نفر قبیدیم دیگر کسی نشان داده نیستن. تهمت محض در بالای هم برادرها کردن. باز میخوان که مردم تاجیکستان با همین تهمت با همین دروغشون مردم خاموش بکنن. یک عمل دیگری که حکومت امروز لرزه دادگی است و نشان داده که حکومت در حقیقت ترسیدگی است، تلخ شدگی است، میترسه از قیام مردم. این است که امروز کل بازارهای دوشنبه را بستن در شهر و بهانه‌ای که در اینجا امروز چیز است، روز استراحت است، در اونجا باید تازه کنه بازارها. دروغ محض است. گفتن که تا 10 سپتامبر بازارها بسته میشد به خاطر استقلالیت. یگان سال من یاد ندارم که در استقلالیت تاجیکستان بازارها بسته بشود. یگان سال. امروز از روز 6 سپتامبر بازارها را پول هم بازارها محکم کردن به خاطر که استقلالیت است. حکومت میدونه که از داخل بازار مردم میتونن که قیام بکنن. حکومت میدونه که از داخل بازار مردم میتونن که آواز بلند کنن. امروز بازار را بست محکم کرده است. و از شهروندان تاجیکستان خواهش میکنم، شهروندان تاجیکستان، ای پدر مادران، جوانان، هر کسی که نباشه، هر کسی که خدا هست، هر کسی که ایمان داره در دین، هر کسی که بگیم به خاطر از خدا میترسین، بخیزین دفاع بکنین. و کمونیست هستید، نمیدونم دموکرات هستید، هر کسی که باشه نباشه به خاطر ملت و وطن بخیز. اگر به خاطر اسلام نمیخیزی به خاطر وطن بخیز. به خاطر وطن بخیز. دولت نابود بسازین. این کثیفایی که در دولت امروز استان حکمرانی میکنن، مردم را فریب دارن، مردم را قتل میکنن، با از مردم بخشش نمیپرسن، پشیمان هستن کار این کثیفا از دولت نابود بسازین. محمد جان تشکر برادر عزیز، تشکر از شما. تماس بعدی رو میگیریم. تشکر رحمت جان. من خواهش میکنم عزیزانی که تماس میگیرن لطفاً مراعات بکنن. شما دارید در یک تلویزیون صحبت میکنید و کلماتتون رو دقت بکنید و مردم شریف تاجیکستان به حدی از آگاهی رسیدن که انشاءالله راه درست و نادرست رو میتونن تشخیص بدن. نظر جان برادر عزیز از طریق اسکایپ، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید برادر انصاری. سلامت باشید، بفرمایید. خب میخواهم سلام خود و مبارک خود را به ملت مردم تاجیک برسانم با 4 مصرع شعر. بفرمایید. ای تاجیک جمع آمده، هوشیاری مبارک، خیسته بیداری مبارک. چند سال ستم دیدی و پروای نکردی، امروز به پا خیسته رفتاری مبارک. چند سال ز جان سیر شده سردار نداشتی، چند سال ستم دیده به کس کار نداشتی،
امروز خدا داد به ما عمر قوت. ای عمر قوت به تو گشت زی وطن دور غلام بر در مردم. طاقت بینمودی تو به این چرخه گردون. لبریز شد آن کاسه صبرت گذر از جون. ای ملتی باننگ وطنداری مبارک. چند سال امیر گفتی غلط کردی امیر نیست. چند سال وزیر گفتی به تقدیر چنین نیست. امروز کمر بستی بر نابوت ظالم. نابود کردن جمله ستمگار مبارک. استاد مهربان یک شعر دیگه برای این ظالم، این خونخوار، این طاغوتی که با رضاگی الله تعالی امروز بر سر مردم تاجیک رهبر شده حکمرانی میکند. ای وطن سرچشمت از آل سامان آمده است. گر نخیزد ملتم روزت به پایان آمده است. 1100 سال جانبازی کردم بهر تو. 100 دریغ امروز که تقدیرت به امام آمده است. 1100 سال فرهنگ و علم و دانشت. 1100 سال آن ملتی با ناموست. 1100 سال معرفت و عقل و هوشت. 100 دریغ بر دست این قاتل حیوان آمده است. 1100 سال مدرسه هایت باز بود. 1100 سال مسجد تو آباد بود. 1100 سال روح محمد شاد بود. 100 دریغ راهبر تو را به دین ایمان آمده است. 1100 سال داشتی. 1100 سال شاهان عادل داشتی. 1100 سال زنگر داشتی. 100 دریغ این پادشاه به حال میدان آمده است. 1100 فرزنده های شاد بود. 1100 سال میلاد همه آزاد بود. 1100 سال تاجیک من تاجدار بود. 100 دریغ ای بی سواد میلاد به تاراج آمده است. 1100 سال خاکی تو را نفروختند. 1100 سال مهری تو بر دل دوختند. 1100 سال بهر دعا می گفتند. 100 دریغ این کافری لعین شیطان آمده است. 1100 سال دینی تو دینی حق بود. 1100 سال پیغمبری بر حق بود. 1100 سال تعلیم در رونق بود. 100 دریغ بر دست این جهود چوپان آمده است. 1100 سال آباد باشی ای وطن. 1100 سال آزاد باشی ای وطن. 1100 سال با تاج باشی ای وطن. چون که این تاج تو از دوران سامان آمده است. تشکر نظر جان برادر عزیز. تشکر. در آخر سخنهای خود به ملت مظلومی تاجیک گفتنی هستم که برادران مظلوم، برادرانی که طی 20 چند سال از دست این ظالم ظلم دیدگیم، خیزد به میدان برای که دیگر خونی ملت تاجیک، سرزمین تاجیکستان دیگر خون فرزند خود را نبیند. ما اگر امروز به میدان نمیبراییم، این ظالم با کار میکند که خون ملت را در زمین تاجیکستان جاری میکند. به خاطر که پیشگیری خون ملت و پیشگیری جنگ و پیشگیری دزدی ها و فریب و نیرنگ ما بگیریم، ما باید که حتما داخل میدان شیم، ناراضگی خودمون بیان کنیم که ما خواهان جنگ نیستیم، خواهان خونریزی نیستیم. اینا هستن که میخواهند که خونی تاجیک بریزد. خب و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی زیادتون نمیگیریم. سلامت باشید برادرم، سلامت باشید. زنده باشید، سلامت باشید. نظر جان برادر عزیز و گرامی، الله متعال حفظتون کنه. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون ان شاء الله دوباره برمیگردیم و تماسهای شما عزیزان را خواهیم داشت و درد دلهای ملت شریف تاجیکستان رو خواهیم شنید و ناگفته نمانه که آنچه که از طرف بینندگان اظهار میشه رأی شخصی بینندگان عزیز تاجیک هست و شبکه جهانی رساله حق هیچ مسئولیتی در قبال این صحبت ها نداره. با هم میان برنامه رو میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان. نظام
نظامی جور و استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی نظامی جور و استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، نظامی جور و استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، و شهر خانه ما بم ببارد حصاری کفر و ظلم آباد تا کی، وطن داری ضعیف و ناتوانم بزیری خنجری جلاد تا کی، و شهر خانه ما بم ببارد حصاری کفر و ظلم آباد تا کی، وطن داری ضعیف و ناتوانم بزیری خنجری جلاد تا کی، نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، به هر جا نغمه شادی بلند است دلی ما خسته و ناشاد تا کی، مسلمان با مسلمان در مصافن اخوت با صفی الحاد تا کی، به هر جا نغمه شادی بلند است دلی ما خسته و ناشاد تا کی، مسلمان با مسلمان در مصافن اخوت با صفی الحاد تا کی، نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، در این حالت گروهی کفر و الحاد خشوع خندان و مست و شاد تا کی، عزیزم وزعما تا کی چنین است فضای میهناتش زاد تا کی، بر این حالت گروهی کفر و الحاد خشوع خندان و مست و شاد تا کی، عزیزم وزعما تا کی چنین است فضای میهناتش زاد تا کی، نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، خدا را بهر تعمیری وطن خیز وطن ویران و برباد تا کی، چرا دشمن شناسی نیست در ما فریبی کلشی سیاد تا کی، خدا را بهر تعمیری وطن خیز وطن ویران و برباد تا کی، چرا دشمن شناسی نیست در ما فریبی کلشی سیاد تا کی، نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون له فریاد تا کی. نظامی جور و استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان هستیم و برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها و همچنان تماسهای شما عزیزان رو میگیریم از طریق اسکایپ و شماره تلفن برنامه که زیرنویس شده. امیدواریم که عزیزانی که این برنامه رو از طریق فرکانس های ما در یوتلسات میبینند، دوستان و عزیزانشون رو اطلاع بدن که چطور میشه از طریق ماهواره یوتلسات برنامه وصال حق رو دید. ما انشاءالله سعی خواهیم کرد که در آینده نزدیک فرکانسی در هوتبرد داشته باشیم. الان در حالت مذاکره هستیم با یکی از شرکت هایی که حداقل بتونن در هنگام پارازیت شبکه رو نگه دارن. منتها فرکانس های یوتلسات انشاءالله این فرکانس های دائمی خواهد بود و از خطر پارازیت به دور است. به خاطر همین عزیزانی که همون ماهواره‌ای که شما دارید، فقط کافی است که شما یوتلسات رو نصب بکنید و با خرج خیلی کم، مصرف زیاد نمیشه و میتونید برنامه ها رو بدون پارازیت انشاءالله با صدا و تصویر خوب به یاری الله متعال داشته باشید. برمیگردیم به تماس ها و از طریق اسکایپ یکی از بینندگان عزیز رو میگیریم. من عذر میخوام، عزیزان زیادی پشت خط هستند در اسکایپ. امام علی برادر عزیز از طریق اسکایپ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کمی بلندتر صحبت کنید امام علی برادر. بفرمایید. وصال تاجیکی کی شروع میشه؟ برنامه تاجیکی شروع شده، داره تمام میشه الان برادر بزرگوار. نه شبکه وصال تاجیکی. وصال تاجیکی دعا بکنید که انشالله به زودی شروع بشه. فقط عزیزان تاجیک همت بکنن، یک چند نفری با ما همکاری بکنن، انشالله شروع میشه. سلامت باشید. زنده باشید برادر عزیز. تشکر از شما. تماس بعدی از طریق اسکایپ برای سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. صدای من هست؟ صدای شما هست، بفرمایید. میخوام کمتر درباره ملت مظلوم عزیز تاجیکستان صحبت کنم. بفرمایید. چون چندین دردها در دل ما وجود دارد که این ملت ما امروز بسیار دل ما را غمگین میکند، چون ملت اسلام دوستدار، ملتی که چندین ظلمی که دوری شوروی بود تانستند بعد اسلام را بردارند، ولی امروز صدا بلند نمیکنند. یکی از سبب‌هایی که امروز مردم ما بی‌سواد است، مردم ما حق خود طلب نمیکند، من دارم میبینم که امروز ما اکثریت خودمون با ایمان خودمون چون مبارزه نمیبریم. امروز اکثریت جوانهای ما رو با این شبکه‌های اجتماعی ادنا کلاسیک فیسبوک با اینها چیکار کردن؟ با اینها فهم کردن که چون امروز اکثریت ما با زنا، با هر یک کارهای افراطی دست میزنن. فراموش کردن که ملت ما، ملت عزیز ما یک ملتی با آر و با ناموس است. این مردم ما چون میبینیم چندین ظلم‌هایی که مابین برادرای رشته‌دار ما میشه، خواهران سطردار ما میشه، یگان که صدا را بلند نمیکنه. این سببش در همین است که ما از خدا دور شدیم، از رسول دور شدیم. امروز یک چیز ما را فهم میکنه که این مولاهای هستند، این داملهایی هستند که در انتخابات چیکار کردن؟ صدا بلند کردن که برای در حزب خلقی دموکراتی آواز بدهید. ولی امروز حزب خلقی دموکراتی برای ما ظلم میکنه، ریش ما را میگیرد، ولی امروز حتی همدردی بیان نمیکنه از منبر رسول اکرم. روزی بود که از منبر رسول اکرم استفاده بردن، گفتن آواز بدهید به این حزب خلقی دموکراتی، ولی امروز از همین منبر حتی این دردآور است که این ملاهای ما کجا رفتن. باید امروز ملت درک کند، ملت باید بداند که با از دنبال کی می رود. چرا با این ملاهایی که فروخته شدن، ملاهایی که از یک حزبی که نه اسلام رو میشناسد نه خدا رو میشناسد، فقط بزید خداوند چکانه که مبارزه برد از اونها پیگیری میکنن. باید ما امروز بشناسیم که حق کجاست، باطل کجاست.
من خواهش میکنم از تمام مادرها، از تمام پدرها، از تمام برادران و خواهران که در این راه مستقیما باشید. خواهش میکنم این راه راهی است که محبت است، راهی است که برای ملت ما و شما آزادی میاره. دانسته بگیری اگر برای 5 وقت نماز خوندن و روزه گرفتن خانه خداوند رفتن اگر اسلام پیروز میشد همه این کار میکردن، پیغمبرها این کار میکردن، ولی پیغمبرها جهاد کردن، پیغمبرها در راه راست اومدن، فرزندانشون از راه راست بر نگرداندن. درست. ولی امروز ما گریه میکنیم، ملت ما فقط به یک گپزنی امروز چیکار کرده است، حتی در صفحه اجتماعی صحبت میکنن ولی یک کار از دستشون نمیاد، یک کار نمیکنن. تا کی ما گریه کنیم، تا کی ما ناله کنیم که صدای ما رو بفهمین؟ باور کنید دیگران پاره میشن، صدای ما رو یک نفر گوش نمیکنه، یک نفر نمیپرسه که ای ملت، ای فرزندا، شما چی درد دارید در دلتان؟ آیا یگان کس از حکومتیان، رئیس جمهور یا که سید مکرم کدومش یک نفر از اونها اومد از ما پرسید ای مردم تاجیک، ای جوانایی که قدر صدا بلند میکنه، شما در دلتان چی درد داره؟ یک نفر از ما نپرسید، ولی ما رو با یک روز چیکار کردن؟ یک گروه افراطگرا خواندن. آیا با یک افراطگرا با یک چی کردن این همه جوان از راه میگردونی؟ تشکر از شما. بفرمایید. سلامت باشید برادر گرامی. تشکر برادر خدا عزیز. همه شما را نگهدار باشه و تشکری میکنم از شما، از تمام تشکیلاتی که برنامه شما تشکیل میکنن. سلامت باشید. تشکر از شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من به این برادر عزیز بزرگوار و به همه عزیزان تاجیک این مسئله رو ذکر بکنم که هفته آینده برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها قسمتی از برنامه رو اختصاص خواهیم داد به منابری که در اختیار عالم نماهایی قرار گرفته در تاجیکستان که بخواد به جای دفاع از ملت، به جای دفاع از شرف خواهران و برادران عزیز تاجیک ما در خدمت ظالمین و مستبدین قرار گرفتن. انشاءالله کلیپ هایی رو با صدا و تصویر از بعضی از علما یا عالم نماهای خودفروخته انشاءالله پخش خواهیم کرد تا همه ملت تاجیکستان چهره های اینها رو بشناسن. اینا کسانی هستن که به جای اینکه از حق دفاع بکنن، به جایی که از حقیقت دفاع بکنن، از ظالمین دفاع میکنن و از منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جای اینکه در اونجا سخن الله و رسولش گفته بشه، طرفداری از ظالمین و مستبدین میشه و بدگویی از شبکه‌های توحیدی خاصتاً از وصال حق و از برنامه‌هایی که والله فقط به خاطر دفاع از ملت شریف تاجیکستان هست. و انشاءالله ما کلیپ‌هایی رو عزیزان آماده کردن از این عالم نماها که در برنامه هفته آینده انشاءالله پخش خواهیم کرد تا دیگر اینها نتوانند حتی در کوچه و بازار از دست سرفکندگی و شرمساری گشت و گذار بکنند، تا همه ملت تاجیکستان این چهره ها رو بشناسن و ببینن که چطور اینها دین خودشون رو فروختن در مقابل بهای اندک دنیا. از طریق تلفن احمد آقا بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی بفرمایید. خدا از شما راضی باشد برادر محمد انصاری. سلامت باشید. من خواهر اسلامی میخواهم و مردم مظلوم تاجیک و جوانان تاجیک که امروز مستقل به آنها خداوند داد است و خسته همه یک دست و یک مشت شده. بله. این ظالم را به قانون و به دیدان کشیده سلامت باشد. در محمد انصاری من از شما خیلی میندارم. یک گروه خواهران اسلام ما بیزار شدگیم از رژیم امام علی رحمان. من میخواستم که این رژیم را از بین بریم. این برادرایی که هستند برای وطنشان خیزند. وطن برای ما هم مادر است هم وطن است. وطن مادر وطن. من میخوام این برادرایی که شیشتگی همه کسا یک دست شوند، یک مشت شوند و مادرها یک جا شده یک باره خسته وطن را این دست ظالم دست این دجال آزاد کنه. سلامت باشید محمد انصاری. تشکر خواهر گرامی. تشکر از شما. پیام شما رسید. بله بیننده دیگری پشت خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
از طریق اسکایپ احمد جان. بله سلام علیکم، بفرمایید. برادرمون فکر کنم آقای آشوروف پشت خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو السلام علیکم و رحمت. آقای آشوروف برادر عزیز اگر پشت خط هستید صدای من رو دارید، عرض سلام و ادب دارم، بفرمایید. بفرمایید. صدای شما داره میاد، بفرمایید. خب دوباره تماس بگیرید، انشاءالله فکر کنم که مایک شما مشکل داره. بیننده بعدی رو از طریق اسکایپ میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم برادر السلام. منصور هستید؟ بفرمایید برادر عزیز، کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. بله خیلی پشت خط بودم و تونستم که الحمدلله با این جامعه جهانی در تماس برم. بسیار تشکر میکنم از این برنامه‌تون که برای تاجیکستان آماده کردید. من از شما معذرت میخوام برادر عزیز و گرامی، چون بینندگان زیادی پشت خط هستن. بفرمایید. تمام. سلام علیکم. بفرمایید. عبدالرزاق برادر عزیز و گرامی، تماس شما قطع شد. آقای عبدالرزاق آخرین بیننده ای که از طریق اسکایپ بودن، تماس ایشون قطع شد. احمد جان اگر بیننده ای از طریق تلفن داریم بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر اشکالی نداشته باشد میتونم برای مصاحبه امن. بفرمایید. و سوری من تشکر میکنم و قبلا میخواستم تشکر به خاطر برنامه‌تون برای تاجیکستان مطرح میکنین در دل تاجیکستان. سلامت باشید، بفرمایید. و طولی قریب فکر ساعت موندم، خیلی ترسیدم که شاید شما هم صحبت کنم. الان میگم که با شما هم صحبت کنم. و از طوری میخواستم در برای همین تاجیکستان یک ایده از انسان ها هستن که اولا از شما بخشش میخوام، ظرفایی میکنم که کلمات استفاده میکنم. بفرمایید. گفتن که سال حق تماشا نکنید، سال حق مثلا صفت خوارج دارن. از من از شما معذرت میخوام خدا انصاری. اما خیلی میخوام درباره همه گونه حرف بزنم که اونا منهج و روش که میشه با خود شما را انشاء میگن. و حقیقت از جواب شما بشنوید. الان گهبان شما زنده باشید. تشکر. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. ببینید خوارج در نزد اینها کیا هستن؟ ما بر علیه کی خروج کردیم؟ بر علیه امیر مومنان عمر فاروق، بر علیه ابوبکر صدیق خروج کردیم، بر علیه عثمان ذوالنورین خروج کردیم که ما خوارج باشیم، بر علیه علی مرتضی خروج کردیم، یا بر علیه عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عادل؟ بر علیه کی خروج کردیم؟ این راه و روش ظالمین و مستبدین دائما همین بوده که هر کسی رو که با به دل اینا صحبت نکرد یک مهری به این میچسبانن، یک تهمتی به این میچسبانن و یکی رو به نام خوارج، یکی رو به نام القاعده، یکی رو به نام طالب، یکی رو به نام فلان. بر علیه کی خروج کردیم؟ در حقیقت خوارج اینا هستن که بر علیه اسلام خروج کردن، بر علیه قرآن خروج کردن، بر علیه دین مبین اسلام خروج کردن. بله من فقط اگر احمد جان اجازه بدید، این برادری که تماسشون قطع شد از طریق اسکایپ، اگر که ایشون من تماس باشون بگیرم، و عزیزانی که در مورد وصال حق و برنامه‌های ما در منابر یا در مجالسی میشنون، از کسایی که این صحبت‌ها رو میکنن دلیل بخوان. دلیل شما چی است؟ دلیل شما برای اینکه حرف‌های ما، برنامه‌های ما چه ربطی داره به خوارج یا غیر خوارج؟
از هر کسی که در این مورد صحبت میکنه دلیل بخواهید و اگر دلیل ندارند بدانید که اینها نوکرانی هستند که برای خوشخدمتی به باددارانشون حاضر هستند که هر خزعبلاتی رو به خورده کسانی که پای منبرهای اونا میشینن بدن. احمد جان اگر تماسی داریم از طریق اسکایپ نزد شما، من در خدمتتون هستم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. آقای آشوروف برادر عزیز بفرمایید. صدای ما را میشنوید استاد؟ بله صدای شما هست، بفرمایید. خب پیش از همه ما بسیار میندار هستیم از تمام کارمندان وصال حق. خدا را شکر دوباره شما در شبکه را آمدین و انشالله یک پیروزی دین ما است و پیروزی شما است و پیروزی تمامی ملت مسلم تاجیکستان است انشالله. بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم. چون وقت برنامه حدود 5 دقیقه مونده، شما صحبتاتون رو بکنید، بفرمایید. خب من زیاد طولانی نمیگیرم، اصلا من زیاد بچه‌ها رو دیدم که بسیار سست صحبت میکنن. امروز دوستای عزیز، ما و شما را تمام مردم تاجیکستان گوش میگیرن. من فقط پیغام دارم به مردم تاجیکستان. اول درود و سلام خود را برای همه مردم تاجیکستان میرسانم و میخواهم همین پیغام برسانم که ای مردم مظلوم تاجیکستان، ای جوانایی که امروز در تاجیکستان هستین، مدتی 24 سال شد که ما و شما تحت فشار این حکومت استبدادی بدیم و پروردگار برای ما بهترین شانس برای ما آورد که خداوند از مابین خودشان، شما تصور کنین که در زبان عربی میگویند که لکل فرعون موسی، برای هر یک فرعون یک موسی هست. البته این یک قانون است، یک فرمول است که ببینند که از مابین خانه خودشان، از مابین خود حکومتشان یک جنرال پیدا شد که امروز دیگه طاقت نکرد این ظلم و ستم برای مردمش، برای ملتش، برای پایمال شدن حقوق انسانها و حقوق مادرها. بله. ما از شما خواهش میکنم که امروز این برادر که در صف نبرد برآمد با دشمن خدا، با این پلیده که امروز در سر قدرت است، در صف نبرد برآمد، فراموش نکنید که اگر شما دستگیری به این نکنید که خداوند میگه که واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بترسید از او فتنه و از او عذابی که وقتی که او آمد فقط ظالم نمیگیره، مظلوم هم همراهش میروه. امروز خداوند برای شما فرصت بهتری نداده است. امروز در تاجیکستان بازارها را محکم کرده اند. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم خبر نشوه از حقیقت کار. اینا روزی 24 سال فقط مردم کشتن، فقط مردم غارت کردن، فقط مردم سودا کردن، حتی دخترای تاجیک در دیگر دولت ها. چرا امروز ما و شما خاموش باشیم؟ امروز 4 جوان 5 جوانی که برآمد در میدان صحبت کرده که امروز البته خداوند صدای حقیقت از هر طریق به مردم رسوند. امروز مسئولیت در دست شما است مردم تاجیکستان. امروز شما مسئولیت در دست گرفتگین. بخزین با این برادر حاجی حلیم که در مقابل این نمود کافرها، در مقابل این نمود طاغوتا ایستاد شدن. خواهش میکنم که میدان خالی نمانین، دستگیری کنین که آخری شانس شما است. اگر که بعد از شما دستگیری به این شخصیت نمیکنین، بفهمین که پس عذاب خدا را انتظار باشین. زیاد من صحبت طولانی نمیکنم، فقط با جوانم و فقط میخواهم که برسانم که ای جوان، تو دست هر خونخوار باید بشکنی، هر زمان مغز هر غدار باید بشکنی. هر که خواهد اختلاف و افتراق مسلمین، گردنش با تیغ جوهردار باید بشکنی. دشمنان وحدت و بهروزی اسلام را فرقشان با تیشه نجار باید بشکنی. تو مسلمانی و وارثی از نیاگان برده ای، دشمنان چون حیدر کرار باید بشکنی. ای جوان با مروت وارثی این سرزمین، دست هر نامحرم اسرار باید بشکنی.
تابکی اندر پی دنیای دون، گردی زبون هر غلامی دلار و سامانی باید بشکنی. غیرت اسلامی ات را زنده کن بهر خدا، مکر هر اهریمن و چون تار باید بشکنی. علم و فن آموز خود را از زبونی وارهان، بار دیگر رونقی بازار باید بشکنی. مظهر توفیق خواه از بارگاه کبریا، تا توانی وضع ناهنجار باید بشکنی. جوان امروز این شاعر برای همه ما و شما جوانان خواند. امروز آشوروف برادر عزیز، اگر یکی از جوانان خوش صدای تاجیک این شعر رو به صورت یک سرودی بخونن و برای ما بفرستن که انشاءالله در شبکه پخش بکنیم. انشاءالله استاد در آینده ما برای شما شعرهای جدید از این هم جالبتر ما روان میکنیم انشاءالله. من فقط میخواهم که برای پدران و مادران بگم، امروز برادرایی که در داخل تاجیکستان در مقابل این طاغوت ایستاد شدن، فراموش نکنین که خدا در قرآن کریم میفرماید که تمام قرآن برای ما و شما قانون است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید. بفهمین که خدا میگه که آیا ندیدید او خدای را که خلق کرد آسمان ها را زمین را به حق، اگر بخواه شما را از بین میبره و یک قومی نو میاره. خداوند در قرآن باز میگوید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبونهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. ایرا فراموش نکنید که این آیت قرآن است، در این هیچ تغییراتی نمی آید. این هر چیزی که خدا گفت و حتما می شود. میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که از حقیقت رو میگردونه. در تفسیر میگه هر کسی که از حقیقت رو میگردونه. امروز حقیقت به تمام شما به گوش شما، از ملا تا سیاستمدار تا اقتصاددان تا تمام مأمورین حکومت تاجیکستان به گوش شما حقیقت رسید. شما کار گرفتین خودتان. ایرا بشنوین. هر کسی که از حق رو میگردونه فسوف یأتی الله بقوم، پروردگار حتما یک قوم دیگر آوردنی است که یحبونهم، که این قوم خدا را دوست می‌دارد و یحبونه و خدا اینها را دوست می‌دارد. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، آنها بسیار رحمدل هستند در بین مؤمنها و با عزت هستند، یعنی بسیار شدید هستند در مقابل این هم طاغوتایی که امروز زن و مرد مسلمان تاجیکستان در بدر کردگی‌اند. بله. آشوروف برادر عزیز، طبق اخباری که لحظات پیش از داخل تاجیکستان برای ما فرستادن، همین افرادی که امروز به اصطلاح در کوه‌ها هستند و برای حکومت دارن می‌جنگند، حکومت تاجیکستان زنها و فرزندان اینها رو برده و به شدت دارن اینا رو تحقیر و شکنجه میکنن و تهدید کردن که اینها رو مورد اعمال به اصطلاح منافی عفت قرار بدن، به اینها تجاوز بکنن در صورتی که این افراد خودشون رو تسلیم نکنن. یعنی نشان دهنده این است که این حکومت به کوچکترین اسس اخلاقی و انسانی پابند نیست. گناه زنها و فرزندان اینها چی است که باید این گونه تحقیر و شکنجه بشن؟ استاد عزیز، اصلا حکومت تاجیکستان یکم دفعه نیست که این کارا را میکنه. اینا اصلا میخواهند نقطه ضعف یک انسان را پیدا کنند. روزای اولی که وقتی جوانا حقیقت در مقابل ظالم گفتن، اونا در خانه هاشون رفتن، فشار آوردن، حتی زناشون، مادراشون، برادراشون بردن تحت فشار آوردن. اما ما پیشتر گفته بودیم که با زندان کردن و با محکم کردن دستبند زدن یک انسان مشکلات شما حل نمی شود. شما اصلا نیاز مردم ای پلیدای حکومتی ها، اصلا شما نیاز مردم پورا نکرده بودین. شما در خانه خدا را میکشادین برای مردم. سیاست از دین جدا کردین، دین از سیاست جدا کردین. استاد عزیز بسیار ببخشین که ما باور که احساساتی میشم. اینو فکر میکنن او کسانی که در این راه برآمدن، البته اونا پیش از این فکر کردگیان، برای یگان چیز خاطربینی اصلا نکردن. برادر عزیز، وقت برنامه کلا به پایان رسیده، 2 دقیقه هم گذشته. اگر خیلی مختصر بفرمایید در 30 ثانیه بفرمایید.
ما فقط پیام ما فقط شعر ما میخونم که گوش کن ای افسر و سرباز با ایمان ما، تیر نکشایی برای ملتی رنج دیده گریان ما. گر تو بکشادی این تیر اجل بر ملتت، بر تو هم خواهد رسید این تیر مرگ از ملتت. هر کی بشنید بعد از این گوشهای خود را کر کند، یا که ظلمش را به ملت روز و شب بیشتر کند. میرسد روزی که تنها ماند از تو یادگاری سر کند، همسرت با طفلکانت خنده را کمتر کند. عکسهای کهنه ات را مادرت بوسیده با اشکان چشمش تر کند. ای وطن تو صبر کن ما میرسیم بر کمکت، بر همه نامهای پاک خالق جانم قسم. اینا که میخواهند که این را خاموش کنند، این عموما خاموشیدنی نیست دیگر. این نتیجه اعمال شوم اینها بوده استاد. تشکر از شما برادر عزیز آقای آشروف. تشکر میکنم از تک تک برادران عزیز و خواهران گرامی که از طریق اسکایپ، از عبدالله، از ضمیر، از ظاهر، از محمد، از رجب و فضل، عزیزانی که از طریق اسکایپ بارها و بارها تماس گرفتن و تا همین لحظه تماس هایشون در صفحه لپتاپ من هست. از تک تک شما بزرگواران من معذرت میخوام. همچنین از عبدالرزاق برادر عزیز که من نمیخواستم تماسشون قطع بشه، اما ایشون از صحبت‌های من اینطوری متوجه شدن که تماس رو باید قطع بکنن. به هر حال امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی آنچه که صلاح و خیر ملت شریف تاجیکستان در آن هست رو نصیب این ملت درد دیده و ستم دیده بکنه. الله سبحانه و تعالی صلح و آرامش و استقرار و امنیت رو در همه سرزمین‌های اسلامی، خاصتا در سرزمین تاجیکستان بیاره. الله سبحانه و تعالی شر ظالمین، مستبدین، تواغید رو از سر کشورهای اسلامی، خاصتا از سر ملت شریف تاجیکستان دور بکنه. الله سبحانه و تعالی کسانی رو بر ما حاکم بکنه که بر اساس قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ما حکومت بکنن. الله سبحانه و تعالی شر کمونیست ها، ظالمین، سیکولارها، روافض و همه دشمنان اسلام را از سر امت اسلامی دور بکنه. الله سبحانه و تعالی آخوندهای ایران که برای نابودی اسلام و برای نابودی اهل سنت در کشورهای مختلف، در یمن، در سوریه، در عراق، در تاجیکستان نقشه کشی میکنن، الله سبحانه و تعالی اینها رو نابود بکنه و به ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف ملحق بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.